Ne estas en la mondo ĝojo plia, ol amikar konversaci ilia. Ne estas la malĝojo pli amara, ol disiĝado kun amikoj karaj. این قطعه رودکی در زبان اسپرانتو نیز فورا صدا می‌دهد. فردوس شکوروف از مبلغان نامدار این زبان در تاجیکستان است و تلاش کرده است ترجمه آن روانی اصل را گم نکند. او میگوید زبان اسپرانتو خوشاهنگی قطعه‌های رودکی را نیز حفظ کرده است. ما اشعار رودکی را به زبان اسپرانتو گردانده در شکل کتاب نشر کردیم. وقتی ترجمه از نسخه های روسی و فارسی استفاده کردیم. در این کار به من شاعر فقید روس بوریس ولادیمیروویچ توکاروف کمک کرد. فردوس شکوروف عالمی ریاضی است و آوان مکتبخانه‌اش دانست که چنین زبان هست با نام اسپرانتو. با وجود آن که از آوان ایجاد اسپرانتو از طرف لازر زمنگوفی لهستانی یک عصر گذشته بود، در تاجیکستان دستورات این زبان وجود نداشتند. فقط آوان دانشجویی بخش ریاضی بودنم یک دستور زبان اسپرانتو را که در اوایل عصر 20 چاپ شده بود در کتابخانه به نام فردوسی پیدا کردم. از همان روز به زبان اسپرانتو جدی مشغول شدم. در آوان شوروی هم دایره اسپرانتو دانها در تاجیکستان محدود بود. بیشتر روس‌ها، آلمانی‌ها و یهودی‌های تاجیکستان اسپرانتو را می‌دانستند. بعد از سالهای 90 عصر گذشته اکثر آنها تاجیکستان را ترک کردند. فردوس شکوروف محفل اسپرانتو را فعال نگه داشت. از سال 2015 به یک انجمن تبدیل یافت و حالا 40 اعضای فعال دارد. اکثر بر اینند که زبان سنی است. از آن چه ما استفاده میبریم کدامش سنی نیست. پس این میزی که ما نشستیم مگر سنی نیست؟ این زبان هم همین طور. در این محفل تا 20 نفر اسپرانتو می آموزند. سن و سال شاگردان گوناگون است. فردوس شکوروف میگوید یک زن در 78 سالگیش به آموزش اسپرانتو پرداخت. اسپرانتو حافظه را مستحکم میکند، چون که در آموزش آن شما عذاب نمیکشید و در 2-3 درس با آن سرفهم میروید. موضوعم دوم سال است اسپرانتو می آموزد و سببی به این زبان رو آوردنش را در چیزی دیگر دیده است. این مثلا زبان بین المللی همدلی است. میانی دانندگان اسپرانتو سنت وجود دارد که از نظر موضوع اسپرانتو را جالب می سازد. به سر من یک مشکلی بیاید یا اینکه به سر یک نفری که از همین اسپرانتو دان است مشکلی بیاید، اگر نفر دیگر یعنی یک اسپرانتو دانی دیگر اگر با خبر شود حتما کمک میرساند. این فرق ندارد که مثلا کمک مالی است، کمک پولی است یا اینکه کمک مثلا روانی است، حتما کمک میرساند. هر یک اسپرانتو دان با خود یک کتابچه میگرداند که در آن جای زیستی دانندگان اسپرانتو در تمام دنیا درج یافته است. اگر سیاحت را دوست می‌دارید خرجتان کم می‌شود، چون که شما در خانه اسپرانتیست زیسته پول نمی‌پردازید. از این همنشینی او هم سود می‌برد. فردوس شکوروف 18 کشور دنیا را با کمک دوستانش سیر کرده است. امروزها با وجود بازنشستگیش به شاگردان اسپرانتو درس می‌دهد. با شاگردش موضوعاً نیت دارند امسال انجمن اسپرانتو را در تاجیکستان برگزار و مهمانان را از تمام گوشه‌های جهان دعوت کنند. بگذار منظره های ما را، بگذار دولت ما را، طبیعت زنده ما را ببینند و بهره برند. امروز 120 کشور دنیا مرز اسپرانتو اعلان شدند. با تلاش فردوس شکوروف یکی از این دولت‌ها تاجیکستان است.